پاکی و آبها. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم 14 قرن پیش دولت جوانش را بنا می کرد. در اینجا در قلب مدینه منوره با تحکیم پایه‌های آن دولت همچنین اساسات اسلام را نیز در دلهای اصحاب تحکیم می بخشید. طهارت و پاکی یکی از این اساسات بوده که بر آن بسیاری از عبادات بنا می شود که در زبان عربی به معنی نظافت و پاکی از پلیدی ها می باشد، در حالی که شریعت اسلامی آن را به برطرف کردن بیوضویی و محو پلیدی تعریف می کند. طهارت و پاکی قلب از شرک و گناهان که به طهارت معنوی از آن نام برده می شود بخش نخست و بسیار مهم دو نوع طهارت می باشد، در حالی که بخش دوم در طهارت حسی می باشد که در نبودن بیوضویی و پلیدی ها در جسم منحصر می باشد. و پاکی بدن مستلزم نبودن حدث و پلیدی ها در آن است و حدث آنچه که به جسم عارض می شود و مسلمان را از عبادت هایی که در آن طهارت و پاکی شرط است ممانعت می کند، عبادت هایی مانند نماز و طواف کعبه و امثال آن. حدث به دو نوع تقسیم می گردد: حدث اصغر و حدث اکبر. حدث اصغر در نتیجه خروج هر آنچه که از شرمگاه بیرون می آید مانند ادرار و مدفوع و سایر شکننده های وضو می باشد و علما اتفاق نظر دارند که پاکی از آن به وسیله وضویی که در قرآن شرح داده می باشد. الله متعال می فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که برای نماز برمیخیزید رویهای خود را با دستانتان تا آرنجهایش بشویید و سرهایتان را مسح کنید و پاهایتان را تا قوزک بشویید. سوره مائده آیه 6. در حالی که حدث اکبر به جنابت که شامل تمامی بدن می شود اطلاق می گردد و پاکی از آن غسل را ایجاب می کند. الله متعال می فرماید: اگر جنب شدید خود را خوب پاک کنید. سوره مائده آیه 6. اما بخش دوم طهارت در نبودن پلیدی منحصر بوده که مستلزم از بین بردن پلیدی از بدن، لباس و مکان می باشد. الله عزوجل می فرماید: و لباست را پاک کن. سوره المدثر آیه 4. و در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هنگامی که یکی از شما به مسجد می رود اگر در کفشهایش نجاستی را ببیند باید با مالیدن به زمین پاکش سازد و سپس نماز بخواند. و برای پاکی از پلیدی به استعمال آب نیاز است که آن هم به دو نوع تقسیم می شود: آبی که نجاست، رنگ و یا مزه و یا بویش را تغییر نداده بلکه بر اوصاف خلق شده اش باقی مانده باشد، برابر است که از آسمان باریده باشد مانند باران و برف و تگرگ، و یا در زمین بوده و جریان داشته مانند آب دریاها و رودخانه ها و چشمه ها و آب چاها. الله می فرماید: از آسمان آب پاک فرود آوردیم. سوره فرقان آیه 48. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد آب دریا فرمودند: آبش پاک، مرده اش حلال است. و احیانا آب پاک مستعمل می باشد مانند آبی که از اعضای بدن وضو گیرنده و غسل کننده می ریزد، و آبی که چیز پاک به آن مخلوط شود مانند برگ درخت و یا خاک و یا زنگ آب انبار که تأثیری به آن نداشته و از وصف آب بودنش خارج نکرده باشد آسیبی به آن نزده است. ولی اگر آب در اثر مخلوط شدن چیزی از وصف آب بودنش خارج شود مانند خلط شدن چای و یا شربت و غیره با آب، در این حالت طهارت با آن درست نیست، زیرا آب نامیده نمی شود.
همانطوری که آب احیانا برخی پلیدی ناچیزی به آن افتاده ولی یکی از اوصاف آن را تغییر نداده باشد، این آب پاک است. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد چاه بضاعه فرمودند آب پاک است، چیزی آن را نجس نمی کند. اما بخش دوم انواع آب نجس است که در آن چیزی از نجاسات مانند ادرار و یا خودمرده افتاده و یکی از اوصاف سگانه یعنی بوی و یا مزه و یا رنگ آب را تغییر دهد که به اجماع چنین آبی نجس بوده استعمالش جایز نیست. هرگاه آبی پیدا شد که پاکی و نجاست آن واضح نبود، اصل در آن پاکی است. همچنین اگر شک و تردیدی در چیزی که در اصل نجس است به میان آمد، بر اصل آن که نجاست می باشد برمیگردد.